آقا من دیگه حال نداشتم برم تو گوگل ببینم گذاشتم با زی درازه یا با زی این دو دهنه، یکی اون یکی هم نمیدونستم کلاجو بود با ج بنویسم یه با ژ دو نقطه. منظور من همون بود. اینقدر آجی بدبختی تو زندگی من هست که غلط املایی رو بگیر بگو. اون موقع که املا می‌نوشتیم به ما نمره میدادن، خالکوسه تگ میگرفتیم. الان که دیگه نمره هم به ما نمیدن. اما جتسکی رو بردارم اینجا خط بندازم رو آب، تمام ملت نگاه کنن در همسایه ها. کدوم کسکیشی میاد آخه بیرون شهر توی این خونه ساحلی 6 صبح بیدار میشه؟ کس بازی اسباب کشیشیه. امشب هم مهمون دارم، نمیدونم چیکار باید بکنم.